یا امام حسین، بعد از شهادت حضرت علی اکبر خودت فرمودی خاک بر سر دنیا. یا امام حسین، ما هم از دنیای بدون امام زمانمون خسته شدیم. به حق حضرت علی اکبر قسمت دهیم یه بار دیگه کشتی نجات ما مردم آخر زمان شد. یه دعایی بکن امسال آقامون صاحب زمان ظهور کنم، عالم رو از بیپدری نجات بده یا حسین. دل او برای بابا مهدی تنگ شده، دل او برای بابا مهدی میسوزه. یا امام حسین، اگر امیدمون به ظهور مولامون صاحب از زمان نبود، مثل مادرتون حضرت زهرا دعا میکردیم اللهم عجل وفاتی سریعا. خدایا مرگ ما رو برسون اگه امام زمان ما رو نمیرسوندی. خدایا قسمت دهیم به اون ساعتی که حضرت زهرا پشت در مهدی رو صدا زد این ساهر مدرقم کجایی؟ یا صاحب زمان کجایی بابا؟ خدا الهی به فاطمه عجل ولیک الفرج، الهی به امیر المومنین عجل ولیک الفرج، الهی به حسین ابن علی عجل ولیک الفرج، الهی به حسن ابن علی عجل ولیک الفرج، الهی به زینب کبرا عجل ولیک الفرج، الهی به قمر بنی هاشم عجل ولیک الفرج، الهی به حق حضرت رقیه عجل ولیک الفرج، به تشنگی حضرت رقیه عجل ولیک الفرج. یا صاحب الزمان، مادر رکاب کن مولا جان.